2 1. سلام علیکم. سلام. سلام. خودتو ما معرفی میکنی؟ من باران حسام الدینی هستم. من یاشار. تسکین هستم. چطور بود کمپ؟ چه احساسی داشتی؟ چطور گذشت؟ برامون یکم تعریف کن. عالی، خیلی سرگرم کننده بود واسم، خیلی باحال بود. انرژی‌ها بالا بود، باحال بود، همه انرژی‌ها مثبت بود. رفیقای جدید پیدا کردم. این چند روزی که اینجا بودم واقعا همه چی بی‌نظیر بود، محشر بود، برنامه‌ها عالی. خب فکر می‌کنی که بهترین قسمتش برات کدوم بوده؟ کدوم روز بوده؟ اول، دوم، سوم؟ روز اول. خب چرا؟ اینکه خودمون یه زبون جدید اختراع کردیم خیلی واسم جالب بود. متوجه شدم ریاضی فقط یه درس نیست، یه مسئله نیست، بلکه ریاضی یه زبانه. خیلی عالی. مرسی بچه‌ها، ما خیلی خوشحال شدیم باهاتون آشنا شدیم. امیدوارم بازم ببینمتون. مرسی.